معامله‌ای داره شکل میگیره بین چین و امریکا که درآمد نفتی ایران رو صفر میکنه. این همون چیزیه که ترامپ به دنبالشه. یعنی چی؟ یعنی به صفر رسوندن درآمد نفتی ایران. حالا این معامله چیه؟ در مذاکرات اخیر امریکا و چین، امریکایی‌ها به طرف چینی یه پیشنهاد دادن. گفتن تو خرید نفت از ایران رو متوقف کن یا کاهش بده، در عوض ما بخشی از این فشارهای تجاری رو از رود برمی‌داریم. حالا چینی‌ها دارن فکر میکنن که آیا با کارت ایران بازی بکنن یا نه. اگر این اتفاق بیفته و چین بیاد خرید نفت خودش رو از ایران متوقف کنه، متاسفانه ما شاهد این خواهیم بود که درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا میکنه و حتی درآمدهای ارزی دولت به سمت صفر حرکت میکنه. خب وقتی این اتفاق بیفته، مواد اولیه‌مون برای تامین ارزش ما به مشکل میخوریم، از اون طرف کسری بودجه شدید پیدا میکنیم. این اتفاق خودش رو کی نشون میده؟ روایت تحلیل امروز برای امروز و این هفته نیست، برای آینده است. اثر خودش رو از بهمن و اسفند ماه نشون میده. چرا؟ چون چین فقط خریدار نفت نیست، آخرین خریداره و اگر این آخرین خریدار نفت خودش رو از ایران متوقف کنه، عملا ما دیگه درآمدهای ارزی نخواهیم داشت. پس یک معامله بسیار مهمی در حال انجامه.